سلام دوستان، روز شما بخیر. خب وارد اولین درس شدیم. مقدمه رو گذروندیم در مورد TTC کودکان و وارد اولین درس شدیم. اولین درسی که من میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم کلاس منیجمنت. در حالی که در TTC بزرگسالان من هنوز اصلا این مبحث رو باز نکردم. چرا انقدر مدیریت کلاس مهمه؟ به خاطر اینکه خیلی اتفاقات درس دادن به کودکان بعد از این میفته، اتفاقات خوب بعد از این میفته که شما یک کلاسی دارین که در اون لرنینگ صورت میگیره. آخه تا میگیم مدیریت، معلمو فکر میکنه آها منظورمونه که همه رو هی ساکت کنیم. واقعیت اینه که مدیریت کلاس 7-8 مورده. امکان داره کلاس شما خیلی هم ساکت باشه ولی کلاسی باشه که راندمان آموزشی نداشته باشه. خب چیکار کنیم این راندمان بره بالا؟ اول بذارید بهتون بگم که چرا من این مبحث رو آوردم جلو. به خاطر اینکه ما یک اصطلاح پرواکتیو داریم، یه اصطلاح ریاکتیو داریم. پرواکتیو وقتیه که شما از قبل یه سری تمهیداتی رو در نظر میگیرین، یه سری قوانینی رو میذارین تا وقتی که یه اتفاقی افتاد اونجا بدونین سریع باید چجوری تصمیم گیری کنین، چجوری کلاس رو دوباره به نظمش برگردونین. اما ریاکتیو یعنی این که هیچ اقدامی انجام ندین پیشگیرانه و بذارین یه اتفاق بیفته بعد حالا تصمیم بگیرین. مثلا کلاس شما هیچ قانونی نداره و اون یکی انگشتش کرده تو چش بغل دستش، حالا شما میخواین ببینین که این واویلا رو چجوری رفع و رجوع کنین. خب بریم مطلب اول. اولین چیزی که شما باید با شاگردانتون تکلیفش رو معلوم کنین که همون مبحث پرواکتیوه، کلاس رولزه، یعنی قوانین کلاس. مثلا بچه‌هایی که تو ژاپنن نظافت کلاس جزو قوانینشونه. باید ببینین که کدوم قوانین برای شما مهمه و اونها رو باید معرفی کنین. بعد بر اساس اون بگین آفرین یا نباید این کارو میکردی. مثلا چه قانونی؟ اول بهتون بگم قوانین برای اینکه بچه‌ن باید کوتاه باشه تا بفهمن، کوتاه باشه و پازیتیو باشه. مثلا یکی از قوانین کلاس اینه تو کلاس ندوین، نگین don't run، بگین please walk. نگین don't shout، بگین please talk quietly or calm down. خب بعد میرسیم به کلاس لنگویج. هر کلاسی یک سری انگار لنگویجی داره که معلم باید کم کم بچه رو آشنا کنه و عمدتاً هم برای اینه که مثلا بچه بخواد بره بگه من میخوام برم دستشویی چی بگه. معلم بخواد بگه کتابتون رو باز کنی، این با این جمله باید آشنا بشن، درسته؟ یا بخواد بگه من نمیفهمم، لنگویجی که توی یک کلاسه، اینجا بشینین، لطفاً بلندشین، لطفاً بشینین، لطفاً گوش بدین. هر چی که میخواین در کلاس انجام و اجرایی بشه شما باید اینا رو یاد بدین. حالا بعضی از کتاب‌های کودکان من دقت کردم تو هر یونیت یکی از مثلا قوانین اخلاقی کلاس رو گفته یا یکی از کلاس لنگویج رو بچه‌ها رو باش آشنا کرده، ولی اگر نبود یا تعداد چیزی که قرار بود مطرح بشه زیاد بود، اینها رو شما باید به موقع که انشالله میگیم کم کم بکشیم وسط و بچه‌ها رو باهاشون آشنا کنیم. چه کودکانی که هیچی بلد نیستن چجوری اونا رو آشنا کنیم، چه کودکانی که کلاس‌های رو گذروندن و یه سری کلمات رو متوجه میشن، با اونا چجوری باید صحبت کنیم. بریم بعدی. روتین کلاس. کلاس باید روتین داشته باشه. مثلا خیلی کلاس‌ها میریم میبینی یه روتین دارن که معلم دم در به همه یه های فایو میده. جالبه. بعضی از کلاس ها، بیشتر کلاس ها مثلا تو خود مهد کودک‌های ایران یه کلاس سانگی دارن که کلاس رو باهاش شروع میکنن، هلو سانگه. یه دونم سانگ دارن که خداحافظی میکنن. چرا بچه‌ها باید روتین داشته باشن؟ کلاس خسته کننده و یک نواخت نمیشه؟ نه، روتین یک فریمه. باعث میشه در زمان توضیح دادن شما صرفه‌جویی بشه. کودک ها از لحاظ روانشناسی وقتی میدونن قدم بعدیشون چیه احساس آرامش بهتری دارن، خیلی احساس بهتری دارن تا اینکه با ناشناخته ها روبرو بشن. برای همین وقتی بچه‌تون یه جا میخوایم ببرین هم میگه یعنی چی میشه، کی اونجاست، یعنی چی کار میکنیم. ندونستن به بچه استراب میده. پس یه روتین میذاریم که توش خوش آمدگویی داریم، خداحافظی و بستن و کلوزینگ داریم،
این میانه امکان داره تو روتینمون ریویو درس قبل داشته باشیم، آشنایی با درس جدید و اکتیویتی و فعالیت ها. خب پس این وسطش تنوع داره اما فریمش مشخصه. بریم مطلب بعدی. attention getters. خب اگر معلم کودکان هستین باید بدونین که بچه ها خیلی سریع حواسشون پرت میشه و attention اسپنشون کوتاهه. پس باید چیکار کنیم؟ باید هر وقت که دیدیم دیگه این داره قال میکنه، اون کاغذ لوله میکنه، پرت میکنه، داره راه میره، سریع attention getter داشته باشیم. بزرگسالان ما میگیم pay attention please و گوش میدن. واقعیت بهتون بگم بزرگسالانم گوش نمیدن خیلی وقتا. خب حالا مدل‌های مختلف attention getters من برای بزرگسالانم استفاده میکنم. بعضی معلم‌ها وقتی میبینن دیگه کلاس دیگه کنترلش خارج از دست شده یه آهنگ پخش میکنن، ولی آهنگی که بچه‌ها باهاش آشنان. یعنی کلاس‌های اول شما میگذره به آشنایی با روتین‌ها، قوانین رو پایه‌گذاری کردن، لنگویج کلاس رو توضیح دادن. بعد انقدر کارتون راحت میشه با یک اشاره، با یک جسچر، با یک آهنگ میفهمن اوه خیلی شلوغ کردیم، باید ساکت چیم. معلم‌ها به طور سنتی بلندتر حرف میزنن، آخرش داد میزنن تا کلاس ساکت شه. کلاس بدون فریاد اینطوریه که اتفاقا ساکت چی؟ سکوت مطلق، یه دفعه ساکت میشن. برمیگردم نه چی شد؟ من یکی از دوستانمو تو جمع وقتی دیگران به حرفش گوش نمیدادن انگشتشو میگرفتیم تو که آره انگشت داشتم میگفتم. بعد همه بهش موندن تو خیلی لوسی، ما داشتیم به تو گوش میدادیم ولی راست میگفت. وقتی که دیگه بعد من این کارو تو کلاس بزرگسالان میکنم، وقتی دیگه میبینم به حرف من گوش نمیدن انگشتم میدن با انگشتم شروع میکنم به حرف زدن و به من نگاه میکنم. ولی خب بچه‌ها یکم میگیم دیگه همه چیشون نیناشناش و رقص و آهنگ داره. خیلی معلم‌ها میان یک مدل کلپینگ رو تعریف میکنن. تا اینو بچه‌ها میشنون بعض وقتا اونا با کلپ جواب میدن، یعنی دیگه دست از کاغذ پر همه دارن یه حرکت انجام میدن، دست از اون شیطنتی که داشتن انجام میدادن برمیدارن. بعضیام خیلی از معلمای خارجی رو دیدم این خیلی باحاله، میگن 1 2 3 eyes on me 1 2 3 eyes on me. تا میگن 1 2 3 استودنت میگن eyes on you eyes on you و خب ساکت میشن دیگه، یعنی چشاف معلم. خب پس میتونیم به روش‌های مختلف ما اتنشن بچه‌ها رو گراب کنیم و حواسشون رو جمع کنیم به اینکه چی می‌خوایم بگیم. سیتینگ ارنجمنت در کلاس شما خیلی مهمه. باید ببینین که کیو کنار کی بشونین، روز اول بچه‌ها کجا بشونن و لطفاً حق انتخاب ندین، دعوا میشه. شما باید خیلی مهربون و ملایم بچه‌ها رو بشونین. خیلی کلاس‌ها میگن ارنجمنت رو عوض کنین، ولی بعضی بچه‌ها با هم دوست میشن و هم عادت دارن. این دیگه صلاح شماست. ببینین اون خجالتیه رو کنار کی بذارین. ببینین که کی بچه‌ها 2 نفری باشن، کی گروهی باشن. معمولاً بچه‌ها 2 نفری یا گروهی که هستن احساس امنیت بهتری دارن و یادگیریشون بالاتره. اینکه چه کسی رو تو چه گروه بذاریم. صندلی‌ها مدل ردیفی باشه، مدل سینمایی باشه، نیم دایره یا دایره کامل باشه، تصمیم گیریش با شماست. بله، در مورد مدیریت رفتار من فکر میکنم که اینو جدا بگم بهتون، چون اول باید روانشناسی کودک رو بگیم، بعد بیایم مدل‌های مختلف کودک رو بگیم. بچه‌ای که پرحرفه، بچه‌ای که شلوغه، بچه‌ای که حرف نمیزنه، بچه‌ای که نمیذاره بقیه درس گوش بدن، بچه‌ای که هایپر اکتیوه، بچه‌ای که دلش میخواد همه توجه به اون باشه و قص الهازا. من فکر میکنم این رو جدا بگم میتونم بهتر و مفصل تر بگم. تایم منیجمنت. ببینین ما تو کلاس کودکان اینطوری نیست که تایم منیجمنت بزرگسال خیلی توضیح داره، این کار نکن اون کار نکن، از سر این بزن از سر اون بزن، که بتونی به موقع کاری که میخوای تموم کنی. برای شما بحث اکتیویتیه، 3-4 تا کلمه. اکتیویتی ها باید کوتاه باشن، روی اکتیویتی طولانی وانستین، فرصت برای ریویو و بستن داستان اون روز بدین. اکتیویتی ها باید کوتاه باشن چون بچه ها حوصله‌شون سر میره و باید متنوع باشن چون بچه ها حوصله‌شون سر میره. پس نباید اکتیویتی های شما طولانی و کسل کننده باشن. درسته؟ بریم سر ترانزیشن یعنی اینکه حالا یک کاری رو تموم کردیم میخوایم وارد اکتیویتی بعدی بشیم. این ترانزیشن رو ملایم انجام بدیم، نه اینکه خب حالا این تموم شد، خب حالا مثلا کتاباتون، مثلا حالا بریم تمرین فلان.
خیلی ملایم باید بگین که خب حالا از جاتون بلند شین، یا مثلا اگه ایستادن خب حالا سر جاهاتون بشینین، خب حالا کتاب رو باز میکنیم صفحه فلان، خب حالا به صورت یه سرکل، یعنی یک حدی باشه، یه حالت سکته‌ای نباشه که یه دفعه از این تمرین میام تو این تمرین، نه، یه دفعه از این تمرین آروم یه ترانزیشن خیلی اسموت داریم و میریم تو تمرین بعدی. اینو ما برای بزرگسالان هم گفتیم. یه بار داشتم کلاس یه همکار رو ابزرو می‌کردم و خب تازه دوره TTC رو دیده بود، کار خیلی بامزه کرد. خب TTC رو ما تو 4P درس دادیم برای بزرگسالان. یه پیک تمام شد، یکن دور برش نگاه کرد که سرش خارون چرخید، بعد گفت به انگلیسی که خب حالا میریم به قسمت درس دادن و خیلی بامزه بود. اینجوریه که شاگرد رو نباید ببرین تو حال هوا، این که من دارم تو درس میدم خب حالا فعالیت بعدی چیه، بعد انقدر طبیعی باشه که اصلا نفهمه داشتیم بازی می‌کردیم، هنوزم بازیه. آره خیلی خوب. praise and encouragement. حواستون باشه که بچه‌ها تشویق نیاز دارن و باید ازشون تعریف بشه و لطفاً چیزهای بیشتری از very good، excellent یاد بگیرید. اگر شاگردی فعالیتی رو انجام داد و اونی که می‌خواستین نبود، باید بهش nice try بگین، یعنی سعیتو کردی. درسته؟ بنابراین باید جملاتی به کار ببریم که بهشون بگیم که من ممنونم، چقدر قشنگ بود، به به چقدر عالیه، تکراری هم نباشه و حتی اونی که نتونست اون نتیجه که ما میخواستیم بگیره رو به خاطر تلاشش ازش تشکر کنیم و من فکر میکنم تو تمام زندگی ما باید این قابلیت رو داشته باشیم، چون خیلی همون نتیجه گراییم و به پروسه اهمیت نمیدیم. اون رفته برای من زحمت کشته، وقت گذاشته، هدیه خریده، خب هدیه‌شو من دوست ندارم ولی ارزش اون مسیری که طی کرده که کم نمیشه. و بریم به قسمت خیلی 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 مهم. Use body gesture and facial expression. تو هر قانونی که میخواین بذارین، تو هر کلاسروم لنگویجی که میخواین درس بدین، یادتون باشه چون با کودک طرف هستین باید از صورتتون و بدنتون استفاده کنیم. حتی برای اینکه ما گفتیم TTC در کلاس کودکان، ببخشید TTT یعنی تیچر تاکینگ تایم، تایمی که تیچر صحبت میکنه در کلاس کودکان بالاتر از کلاس بزرگسالانه، ولی این معنیش این نیست که شما دائم باید حرف بزنید، نه، از بدنتون استفاده کنید، از صورتتون. مثلا یه کار خوب انجام داده، یه کار بد انجام داده، تعجب کردین با فیشال اکسپرشن. یا مثلا من میخوام بگم کام داون، اول میگم ش، چون شیشو میدونه، میگم ش کام داون با حرکت دست با چشم. بعد چند وقت اصلا دیگه لازم نیست ش بگین، کام داون هم نگفتین، دستو که اینجوری میکنین اون متوجه میشه. ریپیت با حرکت دست. یادتون باشه هر کاری که میخواین انجام بدین، یکی از متدهایی که برای کودکانه و بعداً کامل در موردش صحبت میکنیم خیلی خیلی تکیه به حرکات بدنی داره. درسته؟ بنابراین یادتون باشه این باعث میشه که شما کمتر صحبت کنین و اونها بیشتر نگاه کنن. بنابراین ما حتی خیلی قسمت‌های درس رو اینطوری نیست که معلم پای تخته باشه، معلم وسط کلاس، خیلی وقتا شاگردا دورشن، داریم با هم بالا و پایین میپریم، استند اپ با میستیم، سیت داون میشینیم، براش مسواک میزنیم و قص علا هازا. ممنون. اینا یه سری از مطالب بود در مورد کلاس منیجمنت. از من سوال میکنن که ما بریم معلم، ما تازه کار هستیم، بریم معلم زبان کودک بشیم، به خاطر اینکه خیلی مطلب زبانیش سنگین نیست برای ما، بعد خودمون کم کم آب بندی میشیم، ان شاءالله با شاگردها میریم لول‌های بالاتر. یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، به خاطر اینکه مطلبی که میخوایم به شاگردها درس بدیم از لحاظ فهم انگلیسی، دایره لغات و گرامر سطحش خیلی بالا نیست، معنیش این نیست که خب پس ما کارمون تمومه. اگر میخواین مستقل کار کنین، نمیخواین مؤسسه برین، دم شما گرم، میتونین پیجتون رو بزنین، ویدیوهای خیلی خوب آپلود کنین، یه پیج مستقل داشته باشین، شاگرد بگیرین. خیلی‌ها به من گفتن ما سواد آکادمیک نداریم، شانسمون با مؤسسات بالا نیست، ما فقط یه دیپلم داریم. اما یه چیزی میخوام بهتون بگم،
وقتی که میخوایم به شاگردها درس بدین مقید باشین که خیلی خوب بدونین هر لولی که شاگرد باشه شما باید لول بالاتر رو باشین تا اینو درس بدین و لطفا فکر نکنی اوه این یونیت پاکت کتاب پاکت الان صفحه‌ش رو نگاه کنیم 4 تا کلمه درس داده کاری نداره و معلم بوده حتی همون 4 تا رو چک نکرده و چر رو گفته چیر هیر و هر چیزی که ما به کودکان درس میدیم مثل حک شدن روی سنگ، پاک کردنش خیلی سخته. مطلب دوم و مهمتر، آیا تیچینگ فقط مسئله انگلیسی دونستنه؟ خب پس چرا نیتیو اسپیکرها که انقدر روون انگلیسی حرف میزنن نمیتونن یک کلاس رو مدیریت کنن؟ معلمی یه عالم نخ دور هم اینطوری میچرخن تا یه تناب میشه. من 2 تا از مهمترینش رو میخوام از این نخ‌ها رو بگم. یک نخ معلومات انگلیسیه عزیز جان، یک نخ تکنیک ها، متد ها، روش تدریسه. و اگر شما این رو ندونین چگونه میخوایم به این کودک درس بدیم؟ مثلا در خیلی سالها ما به کودک میگیم که ورق بزن برو صفحه فلان. اون قسمت تو مغز کودک شکل نگرفته و وقتی ورق میزنه کتابو پاره میکنه و ما بهش میگیم بچه بد. پس باید دوره‌هایی رو بگذرونین حتی اگر میخواین مستقل کار کنین که شما رو کاملا با مبحث تیچینگ آشنا کنه. کلاس منیجمنت، تایم منیجمنت، با یه شاگرد که زیاد حرف میزنه چجوری رفتار کنیم. زمانهای قدیم یا تشویق میکردن یا تنبیه، خلاصه بچه‌ها رو ساکت میکردن، اصلا تفاوت‌های فردیشون دیده نمیشد. ولی الان ما با بچه‌های طرف هستیم که هر کدوم یک جهانن، هر کدوم یه خلق دارن. روانشناسی کودک رو باید بدونین، توانایی‌هاش رو باید بدونین و بدونین که کودک اصلا چجوری یاد میگیره. آیا کودک بس کلاس رو ساکت کنیم ساکت بشینه یاد بگیره؟ آیا کودک وقتی ساکت میشینه یاد میگیره؟ بنابراین اگر میخوایم وارد این حرفه بشین یادتون باشه یکی این که خیلی باید صبور باشین، خیلی باید صبور باشین. کلاس کودکان یک کلاس پر جنب و جوشه. چش چپ میکنیم میبینین که یکی داره مداد چون کنه تو چش اون یکی دیگه و خیلی اتفاقات میفته. بنابراین اگر انرژی دارین، اگر حوصله دارین، اگر با تیچینگ آشنا هستین و اگر خودتون رو ملزم به مطالعه میکنین تا سطح سوادتون رو بالا ببرین، بله چرا که نه، من خیلی از همکارانم هستن که بیزینس خودشون و تیچینگ خودشون رو مستقل شروع کردن. به امید دیدار در ویدیوهای بعد. موفق باشین.